بریم سراغ آخرین شاخه نمودار درختی، مساحت مثلث. سریع جمعش کنیم. بچه‌ها مساحت مثلث دیگه همه بعد میخوان حفظی میشه. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2 برای هر مثلث دلخواه. مگه فرمول دیگه هم داره؟ بله، یه فرمولی داره که برای بچه‌ها همه چالش شده. مثلا من اسم اینو میذارم اینو میذارم، بذار اینطور نام گذاشتم ABC، اینطوری نام گذاشتم. خب مساحت مثلث میشه 1/2 ارتفاعشو بکشیم، ارتفاع ضرب در قاعده، یا ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. اینو دقت کنین، 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده یا ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. اینا فرق با هم نمیکنه، من یه دومو ازش کشیدم بیرون. خب بریم ببینیم که آیا فرمول دیگه هم داره. بچه‌ها نگاه کنین، من تا ارتفاع میکشم اصلا مثلث قائم الزاویه میبینم، دیگه کار تمومه. الان یه مثلث قائم الزاویه است، اینم زاویه آلفا. خب من میتونم بگم سینوس آلفا چی میشه؟ بگیم سینوس آلفا میشه ضلع مقابل به وتر، یعنی میشه BH به AB. حالا برای چی نوشتم اینو؟ این BH رو میبینید اینجا هم هستش. پس میتونم بگم BH برابر میشه با طرفین وسطین کنیم، میشه AB سینوس آلفا. اینو بردارید اینجا بنویسید، میشه چی؟ میشه 1/2 به جای این بنویسید چی؟ AB در سینوس آلفا. اینم چیه؟ خود آسی. اینو تو هم ضرب میشه. پس مساحت میشه 1/2 AB ضرب در آسی ضرب در سینوس آلفا. حالا بریم تو شکل ببینیم. AB کجاست؟ اینه. آسی کجاست؟ اینه. آلفا کجاست؟ اینا زاویه بینشون. چه جالب. اگر من 2 تا ضلع از یه مثلث رو داشته باشم، مساحتش از این فرمول هم به دست میاد. حتما ارتفاع ضرب در قاعده نیست. میشه حاصل ضرب این 2 ضلع، یه دونه 1/2 هم پشتش داره، در سینوس بینشون. دقت کن، این آلفا حتما باید بین 2 ضلع باشه. یعنی حتما باید بین AB و آسی باشه. تموم شد. این از بخش اول که این 2 قسمتش یکم طول کشید. حالا بریم تو حل سوال ببینیم که چجوری میشه راحت مسئله ها رو حلش کرد. بریم با هم دیگه برای حل سوال.